درود بر شما رفقای عزیز، امیدوارم که حال همتون مثل همیشه عالی باشه. تو ویدیو امروز قراره بخش فیوچرز صرافی تپیت رو با هم دیگه بررسی کلی داشته باشیم. خیلی ممنون میشم تا ادامه ویدیو با ما همراه باشید. خب دوستان، بریم سراغ آموزش. خب بچه‌ها، همونطور که میتونید ببینید من وارد صفحه اصلی صرافیم شدم. اگه هنوز ثبت نامتون صفحه تبیت انجام ندید، از طریق لینک زیر ویدیو همین الان وارد بشید و ثبت نام خودتون رو طبق آموزشی که من دادم انجام بدید. بعد از اینکه وارد صفحه اصلی صرافی شدید، از قسمت دریویتیوز اینجا وارد میشید و وارد بخش USDT پرپچوال میشیم اینجا که میشه همون بخش فیوچرز ما در صرافی تبیت. صبر می‌کنیم تا لود بشه صفحمون. یه دونه در واقع تیک اینکه قوانین رو ما خوندیم و روش استفاده ها این از پرپچوال رو بلدیم رو اینجا میزنیم که حالا به دلیل اینکه اگر کسی حاصل ضرر شد براش دیگه شکایتی نکنه و نتونه انجام بده عملا. و اینم که یه سری چیزای مختلف اینجا ضبطشون میزنیم و توضیحاتش خدمتتون میدم من. خب دوستان، همینطور که میتونید ببینید صفحه اصلی فیوچرز ما، این قیمت بیت کوین ما داریم اینجا، قیمت مارکت، قیمت ایندکس و یه توضیح کامل. من یه ویدیو گذاشتم در کانالم، در کانال اسکن هایپ، که تمام بخش های مختلف فیوچرز رو براتون توضیح داده که میتونید وارد بشید و اون رو کاملا ببینید و حالا من توضیح خلاصه من اینجا خدمتتون دوباره میدم. این که تایم فریم ما هستش، قیمت USDT BTC هستش، BTC USDT همون جفت ارز ما، قیمت بیت کوین، یه سری ایندیکیتور و یه سری ابزارات که میتونید استفاده بکنید حالا برای هر تحلیلی که دارید. و اینجا هم اوردر بوک ما هستش. پایین اگر شما اوردر چیزی باز بکنید پوزیشن وارد این قسمت ها میشه. پایین که ما چیز خاصی نداریم. و سمت راست قسمت اصلی ماست که باید این قسمت رو یاد بگیریم. تو این قسمت شما باید انتخاب بکنید که حالت ایزوله باشه یا بخش حالت کراس باشه، نوع معامله که میخواید انجام بدید و این قسمت انتخاب میکنید که بخش لانگ لورج شما زمانی که پوزیشن باز میکنید چقدر باشه. به مثال شما از 1 تا 150 میتونید لورج خودتون رو انتخاب بکنید و من مثلا میذارم رو 90. و برای بخش شورت هم اینجا باید انتخاب بکنید که شما لورج چقدر میخواید. به مثال من میزنم 60 و بعد کانفرم میکنیم که این برای ما تایید بشه. بعد از اینکه تایید شد میتونید اینجا ببینید که سبز برای پوزیشن لانگ هستش و قرمز هم برای پوزیشن شورت حالت کراس. اوپن کلوز هم قبلا توضیح دادم. اگه شما پوزیشن بخواید باز بکنید از قسمت اوپن باید باز بکنید و برای مثال اگه شما $100 پوزیشن دارید رو بیت کوین و باز کردید، اگه بخواید نصفش رو ببندید میتونید از قسمت کلوز وارد بشید و مشخصات رو بزنید و نصف پوزیشن رو هر چقدر که میخواید رو ببندید. بخش لیمیت رو داریم که شما اینجا میتونید انتخاب بکنید که رو چه قیمتی براتون چه مقدار بیت کوین رو چه پوزیشنی بگیره، پوزیشن لانگ یا پوزیشن شورت، و میتونه قیمت بالاتر باشه یا پایینتر چون بستگی به نوع پوزیشن شما داره. این قسمت TP استاپ لاس رو داریم، همون تیک پروفیت و استاپ لاس که حد سود و حد ضرر که اینجا انتخاب میکنید که به چه قیمتی رسید شما تیک پروفیتتون رو انجام بده و سودتون رو برداره. و قسمت استاپ لاس هم نشون میده که شما یه جایی قیمتی میذارید که اگر به اون رسید با ضرر حدی خودتون انتخاب کردید براتون معاملتون رو ببنده. و قسمت بعدی هم که مارکت، شما دیگه تو اینجا اندازه‌گیری در واقع نوشتن قیمت ندارید و شما فقط مقداری که میخواید بیت کوین به مثال معامله بکنید پوزیشن بگیرید رو انتخاب میکنید و گزینه اوپن لانگ اوپن شورت رو میزنید که براتون پوزیشنتون رو در لحظه با قیمت مارکت باز بکنه. و قسمت تریگر اوردر هم که توضیحات کامل ترش رو در ویدیو دادم براتون، یک حالا توضیح خیلی خلاصه هم اینجا بهتون میدم. این هستش که شما یه قیمت انتخاب میکنید، زمانی که به اون برسه حالت لیمیت شما اینجا فعال میشه. حالا اینجا فعال نمیشه، من اینجا رو به مثال گفتم، در واقع دقیقا مثل بخش لیمیت فقط یه قسمت اضافه تر داره به نام تریگر پرایس که به مثال میتونه تریگر پرایس شما بالاتر باشه، پایینتر باشه، حالا بستگی به نوع پوزیشنی که دارید شما میگیرید این میتونه
متفاوت باشه. برای مثال اگه خواستید پوزیشن بگیرید که از 82,500 برای مثال رو به پایین یعنی شورت باشه و میخواید ببینید که اگر به قیمت 81 رسید و بعد به قیمت 83 رسید، بعد پوزیشن شما رو برای این قیمت باز بکنه. اگر متوجه نشدید من توضیح کاملتر و دقیق‌ترش رو تو ویدیوهای مربوط به فیوچرز توی کانال گذاشتم، حتما برید اون قسمت رو ببینید چون توضیح کاملتر اونجا یه ویدیو خیلی طولانی هستش. و بخش بعدی هم که پست اونلی، زمانی شما میذارید که شما حتما بخواید اوردرتون به صورت میکر باشه نه به عنوان تیکر. حالا به خاطر دادن کمتر فی و کار مسابقه صرافی این قسمت رو اضافه کردن. حالا شما میتونید اگر دقیق‌تر خواستید وارد اون ویدیو من بشید و اون قسمت رو بخونید. همین بود از بخش فیوچر، چیز خاصی نداره. مثل خیلی صرافی‌های دیگه شما فقط یه قسمت دارید برای باز کردن پوزیشن لانگ و شورت و حالا سری قسمت دیگه هم داره که تو ویدیوهای بعدی، آموزش‌های بعدی حتما براتون میذارم. خب دوستان خیلی ممنون که تا قسمت ویدیو ما همراه بودید. تا ویدیوهای بعدی و آموزش‌های بعدی از صرافی تبلیغ و صرافی‌های دیگه از مجموعه ما، خدا نگهدار.